یه ویروس گوارشی پخش شده توی ایران که کسی در موردش هیچی نمیگه و رسمی هم تایید نشده، ولی به چشم داریم توی جامعه میبینیم. یه ویروسیه که از سنین پایین تا سنین بالا رو من دیدم درگیر میکنه. خودم که درگیرش شدم، امروز درمونگاه رفیقم رفته بودم، دیدم اونجا مراجعه کننده‌های زیادی هست که درگیر این ویروس شدن. توی اتاق عملمون هم بچه‌ها درگیر شدن، ولی رسمی تایید نشده. دقت کنید، یه ویروس گوارشیه که خطرناک هم نیست. اسهال، دلپیچه، بدن درد، لرز که فوکوسش روی گوارش بیشتر، چون که من دیدم اسهالش خیلی بدطوره، به مو بندین قشنگ. و نکته‌ای که هست، مصرف مایعات ORS خیلی بهتون کمک میکنه. توی تجویزهای پزشکی معمولا اگر شرایطتون حاد شد و خصوصا اطفال، معمولا براتون یوسین یا نوستون تزریقی میزنن، ولی حالت عادیش هم شما با یه ماستکته و راهکارهای خونگی که تو کپشن براتون میذارم کار در میاد. اگر شما مبتلا شدین حتما توی کامنت ها تجربتون رو برامون بزنین. دوست داشتین سلامت فکت هم فالو بکنید. آن راستی امروز تولد مبارک بهم بگین، فقط جان عزیزتون کلیپ واسه مامانم نفرستین، نگران میشم تو. یه بیماری ویروسی هم به طرز عجیبی توی ایران وایرال شده که خطرناک نیست، ولی جالبه واسه خودم. تا آخر ببین، همه علامتاشو بهتون میگم. الان شهریوریم، شهریور 404. غالب افراد یا آنفولانزان، یه سریا رو وزارت بهداشت میگه کووید، یه سریا هم که عزیزانی که از سفر اربعین برگشتن. اما اصلا مهم نیست چیه، چون خطرناک نیست، ولی علامتاشو بهتون میگم. جالبه واسه من، اول از همه با گلو درد شروع میشه، بعد روز دوم من بهشون میگم شاینینگ آیز، اسمی که خودمش گذاشتم، چشما برق میزنه، پر اشک میشه چون سینوس ها درگیر میشه. بدن درد شدید رو به دنبال داره مثل همیشه، آبریزش بینی، خلط پشت حلق رو به دنبال داره، یه سریا گوارششون میرزه به هم، تب توی افراد خیلی شایع، سرفه های معمولا خلط دار رو توی افراد داریم میبینیم. و جالبه خصلت کووید رو هم به دنبال داره، یعنی اگر هر کسی یه جایش مشکل داره دقیقاً میره دست میذاره همونجا. یعنی کسی که ریه‌اش ضعیفه میره بیماری بیشتر روی ریه‌اش، اونی که کلیه‌اش بیشتر رو کلیه‌اش. طول بیماری معمولاً 3 تا 5 روز توی غالب افراد، ولی ممکنه بیشتر هم طول بکشه، اما خطرناک نیست. خیلی هم زود وایرال میشه. یعنی خواهشی که از شما دارم، اگر درگیر بیماری شدین، خودتون میفهمین دارین مریض میشین، ماسکتون رو جون حمید بزنین. تأکید میکنم عزیزانم، خطرناک نیست. من دوست ندارم اون کسی باشم که به شما استرس میدم. اگر خطرناک بود من اینجا نبودم، چون استرس نمیخوام بدم بهتون. اگر تجربه از این بیماری دارین حتما توی کامنت ها بذارین تا استفاده کنیم و پست هم استوری کنیم، به دست مردممون برسه. خیلی مخلصم. نه مشروب میخورد، نه حتی سیگار میکشید، ولی 30 سالش بود سکته کرد و مرد. این 5 تا کارشو بدنش نبخشید و باعث شد که سکته کنه. اول از همه 2-3 شب میخوابید و فکر میکرد که خب اوکیه دیگه، در صورتی که علم ثابت کرده دیر خوابیدن خطر سکته رو افزایش میده. دوم، تا دیر وقت نور موبایل، نور لپتاپ، نور تلویزیون باعث میشد که سطح کورتیزون بدنش دائم بالا بمونه و احتمال سکته رو افزایش بده بدون اینکه خودش بدونه. از خواب بیدار میشد، نه ورزش میکرد، نه راه میرفت و لخت خونا مثل بمب ساعتی در کمین بودن. تهران زندگی میکرد، هواش آلوده بود، ولی دست خودش نبود. و از همه مهمتر، استرس و استرابش دلار 103 و 500، طلای 9 و 300 و تورم 50%. سکته کرد. شما تو کامنت ها بنویسید که کدوماشو دارین. سلامت فکت رو فالو کنید، به دردتون میخوره.